سلام. توی ویدیو ما میخوایم با سجاد یوسفی پور عزیز در رابطه با چنل گوگل ادز و اینکه برای چه کسب و کارهایی کاربرد داره، اصلا چه زمانی بهتر ازش استفاده بشه و از نکته‌های خیلی در واقع کاربردی که در رابطه با این چنل وجود داره صحبت بکنیم. خب سجاد، از اینکه تو چندین سال به طور تخصصی توی یه ایجنسی کار کردی که در واقع با صنعت‌ها و بیزنس‌های متفاوت روی در واقع چنل گوگل ادز کار کردیم، با کمپین‌های مختلفش آشنایی و میدونی که بیزنس‌ها توی چه مرحله‌ای، توی چه استپی از چه کمپینایی میتونن استفاده کنن و تو هر صنعت چه اتفاقایی میفته. دوست دارم که یکم راجع به گوگل ادز برام بیشتر صحبت کنی، چون چنل جدیه، حالا توی سری بیزنس جدی‌تره، توی سری بیزنس کمتر و معمولا این تصور وجود داره که گوگل ادز چنل گرونیه، شاید خیلی از بیزنس‌ها حتی جرئت نکنن که سمتش برن. یکم راجع به این بهمون توضیح بده و راجع به اینکه کارکردهای کمپین‌های مختلفش چه شکلیه، چون معمولا چیزی که مثلا دیجیتال مارکترها میدونن اینه که مثلا گوگل ادز فقط با کمپین سرچش تعریف میشه یا اینکه یه سری دیتاهای کلی این شکلی. از تجربیاتت برامون بگو و از کارکرد این کمپین. ببین، از سرچ شروع میکنم، چیزی که هممون میشناسیم. سرچ کمپینایی هستن که شما یه سری حجم لیدی داری تو پایین ترین نقطه فانلت، جایی که میدونی یوزر دنبال محصولتون میگرده، تو میای و روی یک سری کیوردهای خاص، حالا من کلی میگم، روی یک سری کیوردهای خاص کمپینت رو لانچ میکنی و میری جلو. این سرچ بیشتر برای گرفتن لیده، برای جذب کردن یوزر، جایی که ارگانیک زیاده، رقیب‌های زیادی داری و خب یکی از اصلی ترین و اساسی ترین تایپ کمپین گوگل ادزه که هم منیجش به نسبت سخت‌تر از بقیه میتونه باشه، همین که از اون ور خیلی از بیزینس ها با همین سرچ به تارگت های خیلی فوق‌العاده‌ای میرسن. یعنی شما اگه بدونی واقعا چجوری ازش استفاده کنی، چقدر کامل بچینیش و متناسب با نیازی که داری، حالا با بید استراتژی مختلف سینکش کنی بری جلو، واقعا میتونه بیزنس تو از خاک به افلاک برسونه. حالا اینم نمیگم اینطوری باشه که آقا بیزنس گوگل ادز هر بیزنسی نجات میده، نه، بازم همینا رو دارم میگم در کنار اینکه ما بدونیم این سرچ رو داریم برای چه مخاطبی و برای چه بیزنس و برای چه پروداکتی میذاریم و یوزر ما داره چی ریسرچ میکنه، رفتار خریدش چی. سرچ بره کنار، شما کمپینای دیسپلی دارید، کمپینای بنری رو دارید. خب کمپینای بنری حجم نمایش به شدت زیادتری دارن دیگه، لزوما یوزر به دنبال شما نمیگرده، شما بر اساس یک استراتژی خودت رو میبری به مخاطب نمایش میدی و خب اینم بهینه‌سازی خاص خودش داره. استراتژی ریتارگت میتونی برای روشون پیاده کنی، اینکه یوزری اومده محصول سبد خریدش اضافه کرده، ترکش کرده رفته، یعنی به مرحله بعدی نرفته، اتکارت رها کرده رفته، اون رو میتونی تارگت کنی و حالا متناسب با بیزینس شما میتونی آدینس سیستم متفاوت داشته باشی و بیای با دیسپلی ریتارگتش کنی. مثلا من یک فروشگاه دارم، میام آدینس سیستم بر اساس آیتم کاتگوری میسازم و روی اون آیتم کاتگوری خاص بنر مجزا میگیرم و اون بنرها رو تارگت میکنم، یعنی با اون بنرها میرم و آدینس سیستم رو تارگت میکنم. این مثلا یک کار باشه. خب حجم ریچش خیلی بیشتره، هم رو اپلیکیشن های گوگل پلی نمایش داده میشه، هم رو اپلیکیشن های اپ استور و خب تمام وبسایت هایی که عضوی از GDN گوگل دیسپلی نتورک، اونجا هم میره تقریبا نمایش داده میشه. خب به شدت اگر که درست پیاده سازی بشه، کانورژن مستقیم نمیتونه بزنه، اما اسیستد کانورژن به شدت خوبه. یعنی شما وقتی میری گزارش اسیستد گوگل ادز تو میبینی میاد این کمپین دیسپلیه لاست کلیک کانورژن مثلا ایکس داده، اما اسیستدش برای کمپین سرچ زیاد. یعنی شما میبینی آقا جون یک جایی شما وقتی یک کمپینی رو لانچ می‌کنی خودش به تنهایی برات کانورژن نمیاره، اما داره کمک میکنه سرچ بیشتر به جمله به خودش. و خب شما اگه اون کمپین از مدیا پلن گوگل ادز برداری میبینی که آقا اوکی کمپین دیگه هم داره میریسه. توی این بحث اینگیجمنت لایه‌های وسط فانل خیلی میتونه کمکت کنه. حالا اونم هر چقدر که شما آدینس لیست رو نیچ‌تر بذاری یا برادتر بذاری، این تو مراحل فانل میتونه بالا پایین شه. این از بنر. کنار شما ویدیو کمپین دارید، جذاب‌ترین و به نظر من فوق‌العاده‌ترین کمپین تایپ گوگل ادز ویدیو کمپین که سختم هست و تنظیمات فنی و دیتیل زیادی داره متناسب با استراتژی خودش. شما یک کمپین تایپ ویدیویی داری به صورت مستقل که چند نوع ساب تایپ کمپین داره. شما میتونید پول پرداخت کنید بر اساس 1000 بار نمایش، بر اساس هر یک بار ویویی که میکنه، بر اساس که شما یک کمپینی میای لانچ میکنید صرفا برای اینکه واسه کانال یوتیوب سابسکرایبر بگیرید.
و اصلا شما میخوای یه محصولی بیاری تو بازی که میخوای یه داستانی رو روایت کنی. ویدیو کمپین امکان این ستینگ رو در اختیار میذاره که بیای ویدیوهای مختلفو که روایتگر یک داستانی هست رو با یه ترتیب خاصی پشت هم آپلود کنی. آره، و بیاد به یک یوزر نمایش بده. خب این خیلی جذابه، مخصوصا که الان طبق دیتا که خود گوگل برای یوتیوب میده، میگه آقا 80% ترافیک‌های با کیفیت و خریدار با کیفیت قبل از اینکه واقعا تصمیم خریدش نهایی کنه قطعاً میره تو یوتیوب سرچ میکنه و نقد و بررسی اون رو به یه نحوی پیدا میکنه و در مورد اون محصول تصمیم نهاییش تو یوتیوب میگیره. پس اگر شما یک یوزر با کیفیتی میخوای، یوتیوب یکی از مواردی هستش که شما میتونید خودتون پرزنت کنید. خب اوکی، ما تا اینجا اومدیم جلو کامپیوتر، سرچ اومد، ویدیو اومد، دیسپلی اومد. حالا شما میخوای بری واسه یک بیزنس کمپین بچینی، یه باجت بزرگی داری، اهداف متفاوتی هم داری. اولین کاری سختته برات بخوای باجت الوکیشن رو انجام بدی. خود گوگل میگه آقا نترس، یه کمپین جدید میارم برای پرفورمنس مکس، فول اتوماتد، یه کمپین پرفورمنس مکس میارم، همه اینونتوری گوگل رو توش داخل میکنم، یوتیوب، جی دی ان، سرچ، مپ، دیسکاور و جیمیل. و تو فقط به من بگو چه لیدی میخوای بگیری، چه آدینسی میخوای بهش نمایش بدی و رفتار سرچ این آدینس هولوش چیه. به من بگو پروداکت چیه، خدمت چیه. خود گوگل میگه ببین توی پرفورمنس مکس من دیگه بحث باجت الوکیشن کلا بعد میذارم کنار، تو دیگه اصلا دغدغه‌ای با اون موضوع نداشته باش. فقط تمرکز بذار روی اینکه بهترین محتوا از جنس ویدیو و بنر رو با بهترین استایل رنگبندی بهم بده و بقیه‌اشو بسپار به من. آیا خوب عمل میکنه؟ بستگی داره. یک به چیدن شما. ستینگش چجوری انجام؟ خب کمپین پرفورمنس مکس کمپینی که حجم ریچ به شدت بالایی داره و اگه شما نتونی درست محدودش کنی متناسب با نیازی که داری، یک کاست زیادی دستت میذاره بدون اینکه هیچ آوردی خاصی برداشته باشه. پس گزینه اول چیدمان درستش. حالا الان پرفورمنس مکس داره یک سری آپدیت ها میده، مثلا شما میتونید برید نگاتیو کیورد بزنید در سطح خود اون کمپین. چرا؟ چون یکی از اینونتوری پرفورمنس مکس سرچ. خب یعنی تبلیغش تو سرچ هم میبره نمایش میده. حالا شما این گزینه رو الان داشتین، قبلا که نداشتی باید چیکار می‌کردی؟ باید می‌رفتی یک سری تنظیم‌های محدود کننده رو در سطح اکانت می‌زدی. یعنی مثلا بخوام مثال بزنم، شما می‌رفتی یک سری عبارات رو در سطح اکانت نگاتیو می‌کردی، می‌آوردی پایین. گفتی آقا جون این عبارات‌ها هیچ کمپینی توی اکانت گوگل از من نره روش نمایش بگیره. یا اگه می‌خواستی از نظر محل نمایش تبلیغ محدودش کنی، می‌رفتی توی کانتنت استابیلیتی و اونجا یک سری محدودیت‌ها براش می‌ذاشتی که این کمپین نره سراغ اونجا، نره تو محل نمایش تبلیغ نمایش بگیره. اوناش رو تو سطح اکانت تعریف می‌کنه، چون شما اینو نمی‌دونستی مدیریتش خیلی سخت میشه. این کمپین تایپ شاید الان 2 سال نیم اومده و به مرور زمان خیلی آپدیت‌های متنوع اومده. قبلا واقعا یه بلک باکس بود، شما می‌دیدی فقط کلیک ایمپرشن کانورژن اینقدر کاست، هیچ کاری دیگه نمی‌تونستی روش بکنی. ولی الان به مرور هی فیچرهای مختلف روش، مثلا یه فیچری که الان جدیداً می‌خواد روش اضافه کنی که آقا جون اوکی من 1000 لیر کاست کردم، $1000 کاست کردم، این $1000 رو چقدر رو ویدیو بردم، چقدر رو دیسپلی بردم، چقدر رو سرچ بردم. میخواد در واقع اون تقسیم باجت و اون تقسیم لیدی که تو گرفتی رو بهتر بنامش. خب اینجا پرفورمنس مکس داره خیلی خوب عمل میکنه، خیلی داره کار مارکترها رو ساده میکنه. خیلی داره. یعنی شما دیگه به جای که بیای ببین یه جدولی وجود داره، شما فرض کن یه ستون کمپین تایپ مختلفه، ستون دوم آدینس سیستم مختلفه، ستون سوم استراتژی کانتنت تارگتینگه. میگم کانتنت تارگتینگ یعنی که تبلیغ من در چه سایت هایی با چه محتوایی نمایش داده بشه. در کنارش وید استراتژیه. حالا اوکی من اومدم سرچ رو با این آدینس دارم، با این وید استراتژی خاص. خب شما اگه تجربه خوب نداشته باشی واقعا متغیرات زیاده برای اینکه یک کمپین افکتیو داشته باشی. حتی اگر سابقه هم داشته باشی، یه سری جا واقعا انقدر اون حوزه چالشه که بخوای تصمیم بگیری که چه ترکیبی از این کمپین و استراتژی رو انتخاب کنی واقعا سخته. یه سری جا پرفورمنس مکس میتونه بیاد کمکت کنه، اما کل ماجرا نیست. نمیتونیم خیلی جاها روش حساب کنیم. بیزنس به بیزنس واقعا فرق میکنه. توی بیزنس به همون بیزنسی رو مثال زدم که شما میخوای بازی بفروشی و مخاطب 18 تا 20. خب ببین مخاطب این سنی پسر برای بازی اونقدر فکر، یعنی اونقدر برنده براش شاید مهم نباشه، براش ارزون بودن مهمه، بلکه چقدر سریع کارش را بیفته. خب توی اونجا کمپین پرفورمنس مکس میتونه به شدت بهت کمک کنه. برات خرید میاره با کاست سی پی یو عالی. اما توی فروشگاهی نمیتونه مثلا برات عمل کنه. اوکی. آیا من باید توی این سناریو بازم زور کمپینای گوگل زدم؟ حالا مثلا من دارم به خصوص پرفورمنس مکس
آیا اینجا زور این کمپین رو فقط بذارم روی اکشن نهایی کاربر؟ نه لزوما. من مگه چند تا سیستم، چند تا چنل مجزا کنار گوگل ادز ندارم؟ مثلا اتوماسیون مگه ندارم؟ میگم اوکی گوگل ادز زحمت بکشه، پرفورمنس مکس زحمت بکشه، یوزر منو تا اد تو کارت بیاره. اوکی تا اینجا آورد، این یه تیکش رو هم میسپارم به اتوماسیون. یعنی یه سری جاها من گوگل ادز رو استفاده میکنم نه برای اینکه اکشن نهایی رو بگیرم، برای اینکه تغذیه یه چنل دیگه رو فراهم کنم، برای اینکه بتونم یه چنل دیگه رو پرفشارتر ببرم. پس صرفاً گوگل ادز تموم کننده کار یه سری جاها میتونه نباشه، میتونه پوش کننده یه چنل دیگه باشه، میتونه محرک واسه یه چنل دیگه باشه و اینجا پرفورمنس مکس میتونه کمک کنه. حالا دوباره این سر خود شما کجا میتونید از پرفورمنس مکس استفاده کنید؟ زمانی که میخوای لید بگیری، آیا فکر نداره داره؟ مستقیم برمیگردم دوباره میگم سر حرف اولم، اگر که ستینگ درستی روش پرسیز نکرده باشی. خب کشور ما کشوری که شما امکان تارگتینگ رو نداری و توی کمپین ویدیویی دیسپلی و پرفورمنس مکس کنترل کردن این کمپین برای اینکه ترافیک رو از ایران بگیره سخته، چون نمیتونید مستقیم تارگت کنید. از اون طرف من گوگل عالم میگه آقا من بیشتر از 22 کشور رو نمیذارم تو اکسکلود کنید. خب اینجا چاره چیه؟ آیا با اکسکلود کردن 122 کشور تاپ خطای این کمپین به حداقل مقدار ممکن میرسه؟ میتونه برسه یه سری جاها بازم پرت بزنه. پس اپتیمایز بین رصد مداوم روزانه و حتی ساعتی این کمپین جدید که زور به شدت زیادی دارن تو اولویت کار قرار میگیره. یعنی شما یه سری کمپین ها همونقدر که چیدنش مهمه بهینه‌سازیش هم مهمه. یه سری کمپین ها شما اگه استراتژی مشخص باشه، کمپین ویدیو با چه استراتژی دارم میچینم میره جلو، به محض اینکه درست بره جلو بهینه‌سازیش کم رنگ‌تر میشه. دیگه ترس نداره که اوه اگه نرم سراغ میدونی کاسه زیاد بذاره بدون خروجی، نه، با یه روند خوبی میری جلو و تو هی شاخ و برگ بهش میدی. بسیار. پس هر کدوم از این کمپین‌ها یه ماهیت متفاوتی دارن، یه نیازی رو تاچ می‌کنن و یه وقتایی میتونن مثل یه تیم فوتبال باشن که دست همه به هم دیگه کمک بکنن و حالا بسته به نیاز بیزنس از یه سری کمپین‌ها استفاده بشه. لزوما اینجوری نیست که از همه کمپین‌ها توی یه بیزنس استفاده بشه. شاید یه سری استفاده بشه، یه سری مثلا نیاز نباشه که استفاده بشه. نکته دیگه داره بخوای اضافه یه کمپین مونده بود اونم دیمنژن که الان داره آپدیت جذاب‌تر میشه. قبلا شما دیسکاوری جیمیل رو نمیتونستی مستقیما تارگت کنی. الان دیمنژن اومده میگه آقا من شما امکان میدم که مستقیما چنل سلکشن کنی، یعنی بیای فقط دیسکاوری نباشه، فقط رو جیمیل نباشه. آیا واسه همه کاربردی نه، ولی واسه بیزنس مثل بیزنس مهاجرتی به نظر من جیمیل میتونه کمک کنه. چرا؟ چون کسی که توی فضای مهاجرته جیمیلش زیاد چک میکنه. آقا من اینو واسه دانشگاه اپلای کردم، نتیجه شما واسه این خوابگاه اپلای کردم، نتیجه شما من چه میدونم 10 تا ایمیل دارم میزنم، دارم دنبال دانشگاه مختلف میگردم، دارم باشون مکاتبه میکنم. پس اینجا جیمیل واسه بیزنس مهاجرتی میتونه یک تاچ پوینت خوب باشه که اون یوزر رو بگیره. خب و خب دیمنژن ماهیتش یه ذره با پرفورمنس مکس متفاوته. اونم باز میتونه روی لید مانو بده، اما نه به اون صورت. بیشتر فاز خود گوگل اینطوری که آقا این کمپین اومده برای اورنس و برای پرورش لید. یه نکته مهمی که وجود داره، آیا استفاده همزمان از این تایپ کمپین ها میتونه رو هم اثر منفی بذاره؟ بله، میتونه رو هم اثر منفی بذاره. شما یه کمپین سرچ داری و کمپین پرفورمنس مکس کنارش ران کن. CPA و باجتش رو به نحوی بذاری که اون کمپین پرفورمنس مکس بتونه مینیمم ادرک سرچ رو تامین کنه. مستقیما میاد تو آکشن سرچ و شما یه تایمی باید ببینید که داره ایمپرشن کمپین سرچ میریزه و قشنگ ربط پیدا میکنه با وجود پرفورمنس مکس. اینجا دیگه شما اولویته که آیا این وجود این کمپین داره به نفع من تمام میشه یا به ضرر من تمام میشه. خب پس منیج این دو تا سخت. آیا الان من کمپین پرفورمنس مکس دارم دیگه نمیتونم برم سراغ کمپین ویدیویی؟ نه، کمپین پرفورمنس مکس داره از مدیای ویدیو استفاده میکنه برای تبدیل، یعنی لایه‌های میانی و پایینی فانت. اما تو این کمپین ویدیویی می‌سازی با استراتژی اینکه رو نمایش پول پرداخت کنه، پس استراتژیش داره عوض میشه. درست که جنس تبدیل ویدیو، درست جنس تبدیل ویدیو، اما اون هدفش چیه و اون کمپین ویدیویی هدفش چیه. پس درست بشناسین هر کمپین ما برای چی ران می‌کنیم و بشینیم قبلش فکر کنیم اگه من اینا رو ران کنم این کمپین هم کنارش برم میتونه با هم تداخل داشته باشه. اگه تداخل داشت چجوری میتونم تارگتینگاشون و آدینس تارگتینگشون متفاوت بدم که اینا رو هم پوشن با هم نرن. و این چیزایی که شما باید قبل لانچ کردن کمپینات بدونید، وگرنه میتونه واقعا چند گیر میبرد باشه بدون خروجی.
ادز اگر که درست نقشش توی بیزنس شما مشخص نشه میتونه واقعا کل بودجه شما رو بدون هیچ خروجی بسوزونه. یعنی اگر که شما انتظارت رو درست مچ نکنی با اون چیزی که گوگل ادز میتونه بده، شما سوخت میدی سر استفادهش. چنل گرونیه، میتونه باشه اگر که درست مدیریت نشه، ولی اون طرف داستان هم ببینیم که چقدر میتونه درآمد سیستم بیاره. صرفا گرون بودن مهم نیست. شما یه چنل ارزون میاری تو بازی، توی همون گوگل ادز میتونی یه سری کمپینا داشته باشی با 100 میلیون 200 میلیون ترافیک بیاری، اما اون واقعا میتونه برات درآمدی ایجاد کنه؟ نه لزوم. پس من نمیتونم بگم فقط گوگل ادز چنل گرونیه، چون توی همون گوگل ادز هم شما کمپین تایپی داری که خیلی ارزون باشن، ولی خب چی و چجوری استفاده کنی و چه انتظاری داشته باشی ازش چیزی که خیلی مهمه. مادامی که شما بیزینست متفاوت میشه، یعنی مخاطب متفاوتی رو داری تارگت میکنی و اون مخاطب یه رفتار خاصی سرچ داره و یه رفتار خرید خاصی داره و شما باید به این رفتار خرید رو در نظر بگیری. ببینید رفتار خرید در نظر میگیریم، یه مدیا پلن براش میشیم که آقا من چه چنلی دارم، از هر کدوم از این چنل ها برای چه هدفی دارم استفاده میکنم و توی استپ بعد بری سراغی که اوکی من با این هدف این چنل رو استفاده کردم، حالا چه KPI رو برای ارزیابی این بیارم تو بازی. این نگاه خیلی کلی استفاده از چنل متناسب با نیاز بیزینس. خب حالا توی استپ‌های مختلفه میگه اوکی من تو این فاز مثلا اورنس میام از گوگل ادز هم استفاده میکنم، خب و از کمپین‌های ویدیوییش برای این استراتژی استفاده میکنم و میبرم جلو. اوکی اومدیم از یه بخش گوگل ادز برای یک نیازی توی یه بخش از فانل استفاده کردیم و بردیم جلو. آیا کار اینجا تموم میشه؟ نه. شما همونطوری که برای یک چنل خاص KPI درست میذاری، برای کمپین تایپ های مختلف گوگل ادز هم باید KPI درست بذاری. چرا؟ چون هر کمپین تایپی میتونه یک سری آدینس متفاوت و بر اساس یک سری کانتنت تارگتینگ های مختلف عمل کنه. یعنی شما فقط نیا بگو اوکی من به صورت کلی کمپین ویدیویی رو برای اورنس استفاده میکنم. اوکی درسته که بالای فانل قرار میگیره، اما مادامی که شما آدینس لیست های مختلف رو به این کمپین اصلا میکنید، مادامی که شما مشخص میکنید که این کمپین ویدیویی تبلیغش کجاها نمایش بگیره، روی یک سری پلیسمنت خاص یا نه روی یک سری پلیسمنت هایی که تاپیکش یک سری تاپیک های خاصه میتونه پرفورمنسش متفاوت باشه. همه اینا رو گفتم. مهمترینش در کنار که شما چه کمپین تایپی رو استفاده میکنین تارگتینگشه. چه آدینسی داری تارگت میکنی با چه نوع کانتنت. مثال میزنم، شما بیزینسی داری که آدینس مخاطبت پسر بچه 18 تا 24 سال است. خب این آدینس لیست قطعاً توی یوتیوب حضور فعالی داره. حالا من میخوام بیام و یک بازی رو بهش بفروشم. آیا تو این سناریو یوتیوب کمپین میتونه برای شما مفید باشه یا نمیتونه؟ قطعاً میتونه مفید باشه. شما حتی با کمپین ویدیویی که ماهیتش CPM، ماهیتش CPV، یعنی شما برای برند اورنس و افزایش انگیجمنت و شناخت پروداکت داری این دو تا کمپین تایپ خاص ویدیو رو تارگت می‌کنی، اما می‌بینی که این دو تا کمپین داره برات خریدم میاره. یعنی اون پسر بچه 18 تا 24 سال تا 27 سال توی یوتیوب داره میگرده، ویدیوی شما رو می‌بینه که شما می‌بینه شما داری یه اکانت بازی می‌فروشی، میاد و مستقیما خرید می‌زنه. یعنی برخلاف انتظارت داره عمل می‌کنه و توی این نقطه میگی که این کمپین ویدیویی اصلا پرفورمنسش خوب نبوده. میگی چرا؟ میگی بخاطر این کاست پر کانورژن خیلی بالایی داره میرسه. آقا اصلا این حرف اشتباهه. چرا؟ چون اصلا ماهیت اون کمپین خرید نیست. ماهیت اون کمپینی که آقا ببین چرا داری برای هر هزار نامه چرا داری CPM میندازی؟ داری عددتو به کیا نمایش میدی؟ داری یه ویدیویی چند ثانیه‌ای رو با چه آدینس استراتژی میبری جلو و انتظار داری که این اتفاق با چه CPM برات بیفته؟ چند درصد ویو ریت می‌خوری؟
اگه داری یه ویدیو 30 ثانیه رو میبری جلو که هدف معرفی یک پروداکت جدیده، چند درصد این ویدیو داره ویو میخوره؟ 25% چقدر خورده، 50% چقدر خورده، 75% چقدر خورده. یعنی جنس متریک‌های ارزیابی متناسب با بالای فانله. اما این کمپین به واسطه نوع آدینس سرچ خرید هم برات میزنه، یعنی نه تنها کار خودش داره خیلی درست انجام میده، بلکه داره یه ارزش افزوده هم برات میاره. یعنی میتونید بگید که کمپین‌های ویدیویی بیشتر برای در واقع تاپ آف فانل استفاده میشه، یعنی خیلی ما نمیتونیم انتظار پرچیس داشته باشیم از این نمیتونیم انتظار پرچیس داشته باشیم. کمپین سرچ میتونیم در واقع به سرچ اصلا داستان سرچ همون ویدیویی که من دارم بهت میگم اصلا حکایتش خیلی متفاوته. ببین تو نمیتونی ازش انتظار خرید داشته باشی، اما متناسب با آدینسی، متناسب با بیزینسی که برای تبلیغ می‌کنی میتونه برای چنل فروش باشه، خلاف انتظار عمل کنه. خب یعنی نه تنها اون تارگتی که تو ذهنت رو میزنه خریدم برات میاره، ولی خب ماهیت اصلیش حالا گوگل از خودش اومده یه داکیومنت داده، یعنی گوگل خودش اومده یه داکیومنت داده، گفته ببین من یه ویدیو کمپین دارم، یه پرفورمنس مکس دارم، یه دیمنژن دارم، تو همه این سه تا تایپ کمپین شما ویدیو اد داری. اما اوکی، ماهیت استفاده ویدیو تو هر سه تا سناریو فرق میکنه. شما یک کمپین پرفورمنس مکس داری به عنوان کمپینی که میانه فانل و پایین فانل رو تارگت میکنه و هدفش آوردن لیده. اونجا گوگل از توی اون کمپین تایپ خاص ویدیو رو به کسی نشون میده که احتمال میده این یوزر میتونه کانورت شه. در صورتی که خود گوگل میاد میگه که آقا جون اگر که شما یک موضوعی رو داری تبلیغ میکنی که بازار آگاهی نسبت به موضوع شما نداره، بیا از ویدیو کمپین استفاده کن برای اینکه یه آگاهی اولیه تو بالای فانلت بیاری، بعد بیا از دیمنژن استفاده کن برای اینکه اون لیدهای احتمالی رو پرورش بدی و در کنارش با کمپین سرچ و پرفورمنس مکس این لیدهایی که تو میانه فانل با دیمنژن داری سرگرمش می‌کنی رو تبدیل کن. یعنی حتی خود گوگل میگه اوکی درسته که مدیا ویدیوه، اما من این مدیا رو با کمپین تایپ های متفاوت دارم به نحوی پرزنت میکنم که شما توی نیازهای متفاوت تو چیز کنی، یعنی یه جرنی بشین که از بالا تا پایین فانل تو چجوری ویدیو کمپین میتونه تبدیل کنه. خب پس خیلی من اینو دیتیلش رو گفتم که یکی اینو بگم، اگر که شما تو بیزنس گوگل از استفاده کنیم، اول رفتار مخاطب تو ببین. آیا توی این نوع بیزینس شما لزومی داره که شما از کمپین تایپ های ویدیویی، دیسپلی، دیمنژن، پرفورمنس مکس استفاده کنی؟ نه لزوما. شاید شما بیزینس تعمیراتی باشه، شاید شما بیزینس یه چیزی باشه که یوزر در لحظه یه مشکلی براش پیش میاد، یه سرچی میکنه میخواد مشکلش حل کنه. خب اینجا دوای درد اینه که ما یه کمپین سرچ داشته باشیم با حد اکثر توانمون که بیایم رو رتبه بالا روی سری کوئری اصلی نمایش بدیم. خب اینجا کلا داستان فرق میکنه، اصلا اونقدر به ویدیوی احتیاج نداریم. خب تو یه سناریوی دیگه شما یه ای کامرس رو تبلیغ کنیم، آیا اینجا فرست پوزیشن نشستن خیلی اهمیت داره؟ نه. چرا؟ چون رفتار مخاطب کاملا فرق میکنه. رفتار میره اون محصول رو توی 4 تا وبسایت دیگه سرچ میزنه، میبینه، مقایسه میکنه و شما اینجا فقط داری با کمپین سرچ تارگتش می‌کنی، در صورتی که شما وقتی میری رفتار سرچش رو می‌بینی، میری ام سی اف رو نگاه می‌کنی الان دیگه وجود نداره و خود گوگل قبلا یه پنل مجزا برای اتریبیوشن درست کرده که مثل که نداره. الان 2 سال من هر چی سرچ بزنم تا پنل رو پیدا کنم. اینطوری که شما می‌بینید اصلا رفتار سرچش چند مرحله‌ایه، هی باید اینو درگیر نگه داری. خب اونجا تمرکزت میره روی کمپین ریتنشنی، من این یوزر رو بیارم تو چرخه دوباره منو ببینه. پس اونجا شما میری سمت انواع تایپ کمپین‌های گوگل ادز برای اینکه یوزر رو برگردونی دوباره بیاریش. حالا این گوگل ادز در کنارش یه سری چنل دیگه هم میتونه وجود داشته باشه که اونا ماهیت ریتنشن دارن، مثل همین اتوماسیون که داریم میگیم. پس من دارم چی میگم اوکی گوگل ادز میتونه چنل پرهزینه باشه، از همون طرف میتونه چنلی باشه که واسه شما درآمد میاره، درآمدی شاید چنل دیگه نداره. گوگل ادز میتونه گرون باشه، اما شما وقتی میری AOV چنلاتو میبینی توی یه سری کیس استادی میبینی که AOV که گوگل ادز داره میاره بالاتر از چنل دیگه، یعنی یوزرش یوزر با کیفیته، منطقی‌تره. شما داری روی سری از کیوردهای خاص تارگت می‌کنی و میری جلو و یه سری از پروداکت‌های خاص رو داری تبلیغ می‌کنی. پس شما می‌بینید که آقا کنترل بیشتری روی محتوای تبلیغات داری، پس میتونه درآمد بیشتری برات داشته باشه. اوکی سی پی او بالاتر میره، اما از اون ور LTV هم بالاتره، AOV هم بالاتره. پس
دو تا کفه تناسب رو باید بگیرن. اگر من یه سری متریک‌های هزینه دارم، متریک‌های درآمدی هم واسه گوگل ادز باید ببینم. گوگل ادز میتونه پرهزینه باشه، اما در کنارش اون آورده‌ای که واسه ما داره هم باید ببینیم. این در کنار اینکه شما حداکثر بهینه‌سازی رو یاد بگیری و انجام بدی. حالا هر کمپین تایپ متناسب با اون چیزی که داره. توی استپ بعدی به نظر من شما کجا میتونی گوگل ادز رو خوب واسه بیزینس پرزنت کنی؟ اینکه بیای بشینی وسط بگی ببین با تیم مارکتینگ میری تو جلسه بگی الان نیاز شما چیه؟ الان خواسته تیم بیزینس چیه؟ محصول ما چیه؟ تو چه وضعیتی هستیم؟ رقبای ما دارن چیکار میکنن؟ چه محصولی رو داریم؟ و حالا متناسب با همه این شرایط من بیام برای شما بنویسم اوکی الان تو این وضعیت این کمپین با این تارگتینگ استراتژی با این تارگتینگ آدینس با این تارگتینگ محتوایی بره جلو، اینم KPI‌اش و همینطوری بچینی بیای پایین. اگر شما این کانسپت رو بتونی روی گوگل ادز درست یاد بگیری و بتونی بر اساس نیازهای مختلف بیزینس کمپین تایپ‌های مختلف رو درست مدیاشو بچینی، رویکرد فنیشو بچینی و در نهایت KPI‌اش هم بدی و گزارشش هم ترتمیز بدی، پرفورمنس رو راحت تر میتونی بهش وارد شی. چرا؟ چون تقریبا گوگل ادز، این که میگم تقریبا به واسطه تحریمایی که روی ایران وجود داره، گوگل ادز تمامی تایپ مدیایی که شما نیاز داری رو همزمان تو خودش داره. مرسی از وقتی که گذاشتید، ممنونم، خیلی مفید بود. امیدوارم که کمک کننده باشه برات. مرسی از تجربه.